ببین شکست عشقی فکر کنم دوران دبیرستان و هنرستان اون بخاطر هورمون فکر کنم. دختر خوشگل بد اخلاق میگه دختر زشت خوش اخلاق. بابا انگشت نقطه ضعف ما نذاری. خوشگل باشه دیگه، حالا اخلاقش برام درست کنم. چند بار شکست عشقی خوردی حسن کشیدم. سلام، خیلی مخلصیم، کلی دلتنگ بودیم واسه اینکه بتونیم توی یوتیوبمون دوباره برنامه بسازیم و کار و محتوا تولید کنیم. یه تایم طولانی گذشت از برنامه جوجرمون، داریم شروع می‌کنیم یه برنامه جدید و جذاب ساختنو که این برنامه کلی آدم توشن که هنرمندن، آرتیستن و یه ریالیتی شو خیلی جذابه و الان تو مرحله ادیتشه که ادیتش خودم دارم انجام میدم. یه ادیت خیلی فوق‌العاده خاص، باحال، جذاب. تا این یکی دو هفته آینده قسمت اولش آپلود میشه. حدوداً نزدیک به 10-15 قسمت، چیزی که تو ذهنمون ممکنه بیشتر شه. به زودی این برنامه جذابمون میاد که یه کار خیلی جدیده. مرسی که تا الان ما رو همراهی کردید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید چون از برنامه عقب نمونید. توی این یه هفته دو هفته احتمال داره من برنامه‌های همینجوری پشت میزی بسازم، چنل به روند خودش برگرده و ما آپلود رو شروع کنیم. میریم سوالایی که از ما پرسیده بودین رو جواب بدیم. یه کوئسچن باکس گذاشتیم، یه سری سوال دوستان و شماها عزیزان کردین و ما میریم که با هم جواب بدیم. پرسیدن که مثل قدیم چرا ویدیوی سخت و حرفه‌ای درست نمی‌کنید؟ یعنی اون حرفه‌ای‌ها که طنز بود، فکر کنم منظورشونه. راستش اینستاگرام میگه فضاش تغییر کرده. یعنی قدیم ما ویدیوی طولانی می‌ساختیم، آدم حوصله‌اش میومد میدید. الان دیگه اون حوصله نیست راستش. همه دیگه دارن می‌بینید 15 ثانیه 30 ثانیه نهایت 1 دقیقه‌ای ساخته میشه. ولی ما این انرژیمون رو الان داریم میاریم وارد یوتیوب می‌کنیم. یعنی همون حرفه‌ای بودنه قراره توی یوتیوب انجام بشه، چون توی فضای مجازی یعنی اینستاگراممون دیگه اونطور مثل قدیم با توجه به سرعت اینترنت و اینا اینستاگرام جواب نمیده. به خاطر این دلیلش، وگرنه ما داریم با ایده نو سعی می‌کنیم بریم با فکر جدید و این مسیر رو میبریم جلو. دلیلش اینه دوست من، وگرنه که ما همیشه به فکر این هستیم که محتوای جذاب درست کنیم. الان ویدیویی که میسازیم بیشتر ویدیوی جذابی که توش ادیت هست ولی فانش کمه. درست میگی. سعی می‌کنیم که به روی چشم همون طنزای کوتاهمون هم حرفه‌ای بسازیم. مخلص. چند بار شکست عشقی خوردی حسن کشیده. ببین شکست عشقی فکر کنم دوران دبیرستان و هنرستان اون بخاطر هورمون فکر کنم اون مسیر و اون سن و بگذرونی که میافتی تو کاربار. حالا یه سری از دوستان من هستن که هنوزم دارن شکست عشقی میخورن که پشت دوربین وایسادن، اونجا وایسادن خیلی ولی من باهاشون صحبت میکنم که این هورمون رو بگذرونن. دیگه 30 دارن گذروندن، یه ذره که دوام میاد تا 40 دیگه فکر کنم اوکی بشه. حامد چرا انقدر خوشگله؟ این 100% رفیقای حامدن، خود حامد پیج فیکشه. پرسیدن که برنامه جدید تو مایه‌های جوجره. این برنامه جدیدمون مثل جوجر هست، یعنی یه برنامه طولانی 30-40 دقیقه‌ایه که 2 تا پارت میشه هر یه قسمتش، یعنی 2 تا قسمت 20 دقیقه‌ای. اسمش هم نمیتونم بگم اولش رو، همه چیشو میذارم از هفته بعد 2 هفته بعد بهتون اعلام میکنم. آیفون چیه یا با دوربین فیلم میگیری؟ چه سوالی. آیفون چیه با دوربین میگیری؟ با دوربینه بابا. این همه نورپردازی، صدا برداری، تصویر برداری، همه کار با موبایل چیه؟ چند وقت پیش جمع بودیم گفتن فلان ویدیو تو با آیفون گرفتی. دیگه با معلومه که با دوربینه. تا حالا از جیب آباد یواشکی پول برداشتی؟ 2-3 بار اومدم برام سولاخ بوده. خودی به خودش. کار با محمد امین کریمپور داری؟ با محمد امین میام، هممون یه تایمی خیلی کار می‌کردیم. الان میگم چون هم سنای ذره گذشته، هم محیط فضای اینستاگرام تغییر کرده، همگی اونجوری که باید اون کارهای قدیمی انجام نمیدیم. واسه همین اون فیت دادن کم شده. معیار اصلی برای انتخاب دوست دختر چی؟ کل سوال در مورد دوست دختر رو معیار اصلی کلا کاراکتر دختر، حالا به غیر از ظواهر و ظاهر و اینجور چیزا، شخصیت و کاراکتر و کاری بودن است. یعنی اون کاری بودن است که تو بلند مدت برای شما جذاب میشه. دوستای من پشت دوربین دارن شیطنت میکنن با دستشون اینجوری، ولی خب اینا نیست. مغز آدمی خیلی مهمه، در صورتی که خودت هم اون آدمی باشی دیگه، حالا فقط توقع نشه باشی. پرسیدن که آیا تو رابطه هستید یا نه. ببین درگیر این مسائل نشو، ولش کن. هر کی میگه گردن نمیگیره، هیچی گردن نمیگیره. دیدی که با پویا هم خونه هستین، با پویای عزیز. بله ما هم پویا نباشه من رو هوا از گشنگی که بمیریم هیچ. پویا همه چیزو هندل میکنه دیگه، نباشه واقعا یه جای کار میلنگه. سلام حسن جان، از کجا میشه به صورت عملی ادیت ویدیو یاد گرفت؟ چه حرف داری؟ ببین عملی ما که عملی جونم واسط بگیر عملی که باید بری حضوری عملی یاد بگیری، ولی ما تو یوتیوب یاد گرفتیم، هی ور رفتیم، هی ببین با هر چی ور بری آخر اوستای کار همون کار میشه. حالا دیگه خودت میدونی، برو توی یوتیوب آموزش افتر افکت پرمیر در مورد ویدیو، نورپردازی، همینا رو یاد بگیر. همش بلد باشی خوبه، کار سختی هم نیست. هر کی میگه سخته میخواد خودشو بکشه بالا، ولش کن.
برو انجام بده. اون ویدیوهایی که ادیت می‌کردی خیلی خفن بود، بازم از اونها آموزش بده و یاد بده. راستش دیگه توی میان سوشال مدیا همه سبک محتوایی هست، واسه همین در مورد ادیت و آموزش بخوان خیلی از دوستان هستن که دارن خوب و حرفه‌ای یاد میدن. حتما پیجای اونا رو دنبال کنید. من شاید دوباره انجام بدم بروی چشم. ببین زدن که به نظر تهش چیه؟ اینه یه آدم کار درست نوشته برای بچهای موبو نیوز. مهدی شجاری عزیز که من دبی بودم یه تیم حرفه‌ای دارن اونجا، هستن خیلی به من کمک کردن، به خصوص تو زمینه تکنولوژی کار داشتم، کارم گیر بود. بچه‌ام لطف کردن واقعا، صدرا، مهدی، پیمان، همه اینا کمک کردن منو. نوشته که تهش چیه؟ مهدی جان تهش خودتی، کار درست، حرفه‌ای، تهش به ذهن آدم به نظر بستگی داره دیگه. هر چی خودت فکر کنی همونه دیگه. تهش اینه. اگه ته اینستا رو میگی به قهقرا داره میره، اگه ته یوتیوب میگی فعلا نه، ولی تا 2 سال دیگه اونم به قهقرا میره، معلوم نمیکنه. نوشته که خودت رو تو 3 کلمه توصیف کن. آبود از شما توصیف کن، من نمیتونم بگم، شما توصیف کن. کاری، من کاریو هستم. دو تا اچ معنی ه میده، یعنی حس خوب. سین سلامت روان. نه نمک درون میشه حسن باریکلا. قشنگ میگفت تو 3 کلمه توصیف کن، چون حسن هم 3 حرفه میتونست به هم ربط داشته باشه. بریم برای سوال بعدی. نوشتن که دوست داری مهاجرت کنی؟ من میگم اقدام مهاجرت نداشتم، اقدام کاروبار همیشه تو ذهنم بوده، یعنی دوست دارم همیشه فعال باشم، بعدم میاد بیکار. واسه کاروبار حالا دبی رو انتخاب کرده بودم رفتم، ولی خب میگم اونجا فضای کارش خیلی خوبه. در صورتی همون انرژی که داشتم اونجا میذاشتم اینجا میذارم، همون اتفاق هست. در هر صورت من با رفیقا و دور و بریام و کارم حال میکنم، واسه همین دیگه سن من دیگه به درد این کار نمیخوره. این ویدیو چالشیاتو خیلی حال میکنم، مود باحالی میده. دمت گرم، شما لطف داری، قربونه تو. با حامد و علی چرا کم کنم؟ الان بچه‌ها دیگه خودشون درگیر کارهای خودشونه. حامد داره یوتیوب خفن میزنه، علی هم که دیگه مشغول به بایزینس درآمد کشمانی، یه چیز هر کسی مشغول فعالیته، یعنی همدیگه رو 24 داری می‌بینی. وی اف ایکس با افتر افکت رو کی آموزش میدی؟ فکر نکنم آموزش بدم، ولی مسیرشو میگم مثلا آقا اینا رو باید یاد بگیری، چون آموزشش با گفتم همون تکرار و ور رفتن است. چرا اینقدر بین فعالیت تو یوتیوب فاصله افتاد؟ راستش میگم دیگه، ما داشتیم فعالیت رو میکنیم، منظم شده بود دیگه، حالا نشد، از الان دوباره منظم، یعنی برنامه‌ای که داریم میسازیم کاملا منظم و روتین. هفته یک قسمت، یه قسمت جذاب واسهتون آپلود میشه، کم کم بیشترش میکنیم. چه سالی هستی؟ 28/6/71 شهریور. دختر خوشگل و بداخلاق، یه دختر زشت خوش اخلاق. بابا انگشت نقطه ضعف ما نذاری، خوشگل باشه دیگه، حالا اخلاقش بعدن درست کنم. به غیر از محمدتون برادر دیگه ای داری؟ نه، ما کلا 5 تا فرزندیم که یکیش محمد برادرمه، دیگه بقیه خانواده همه ازدواج کردن، فقط من موندم. ماهیانه درآمدت چقدره؟ ببین درآمد ما خودمون یه تیم 4-5 نفره ایم، از پویا، محمدمون تصویربردار، همه اینا که میریم، لوکیشنی که میگیریم، همه اینا یه هزینه‌ای هست که ما اون مبلغی که دریافت کنیم پخش میشه و مثل بقیه شغل‌ها یه درآمد راحتی داریم، یعنی زندگی راحت داریم کنیم، اجاره‌مون رو میدیم، سفرمون رو میدیم. این سبکیه، مثلا اینجوری نیست که یه عدد عجیب غریب، نه. محمد و پویا اینا به خصوص پویا یه درآمد هممون میگم مشخصی داریم. اگه به دختری کسی وعده داده من وزنم فیلانیسا، نه دروغه. معیارت رو کاراکتر و شخصیتش ببر جلو، خاطر مادیاتش نباشه. پرسیدن یعنی خواستن که میگن موزیک ویدیو خانوادگی دور قهوه لایه بازشو بذاری، راستم میگم نذاشتم، سعی میکنم این لالوها بذارم. چشم. خانم زیزی عزیز که برای بچهای تکنولوژی کارش هم درسته، پرسیدن که عکسی داری که اون حس و اون حال خوبه تو ثبت کرده باشی؟ ببین عکس چند تا بوده، ولی به درد پخش بخوره تو اون حال بوده باشم. ولی مثلا مال قدیم دورانی که مثلا تازه می‌نوشتم و اینا، یه نقطه عطف گذاشته بودم که از امروز من باید کارم روال شه. اون عکسه مثلا لب آب بودم، شمال بود، تو دفترم نوشتم 7 صبح بوده، 6 صبح بوده. اون عکس همیشه تو ذهنم مونده، اون هست. خب سوالامون تموم شد، دمتون گرم که ما رو دنبال کردین. حتما میگم کانال رو ساب کنین. چرا؟ چون میگم برنامه یوتیوبمون داره مراحل آپلودش، یعنی شمارش معکوسش داره شروع میشه. 9 8 داره دیگه به مرحله اجرایی میرسه. حتما ساب کنین، لایک و کامنت کنین و نظری بعد از پخش قسمت اول برنامه داشتید به ما بگید. چرا؟ چون خیلی واسمون مهمه. برنامه بسیار جذاب، یعنی قول 100% بهتون میدم. اگه همین الان وارد کانال یوتیوب شدید، اصلا کانال ندارید خودتون که بتونید ساب کنید، سریعتر بسازید که از این برنامه جذاب عقب نیفتید. خیلی مخلصم، دمتون گرم که ما رو دنبال کردید. عشقین، میبینمتون. دمتون گرم.
friends at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.